برنامه‌های تعلیمی و طلبات بازار مهران مطابقت نیست. همین قانون ما برنامه‌های تعلیمی در اساس استانداردهای تعلیمی تهیه کنه. برای تطبیق این برنامه‌های تعلیمی با 4 عامل نگران کنند. 4 ستون اساسی دارند که صفت بلند شود. اما که باید عاملی که برای جای کار نمی‌آورد، مثلا جای کار نمی‌آورد میشه که صفتی کسبشون هست است. یا میشه که در تاجیکستان قوه کاری برزیاد است. قوه کاری بسیار برزیاد است. بنابراین در داخل کشور جای کار گرفتن مشکل تر است. بنابراین با مواجهات مهلتی میرن در اونجا مثال جای کار یافتنشان ممکن است. مؤسسه ما از سبب اون که سال 1976 و سپرده شدگی بود، بیناهای تعلیمی خیلی فرسوده بودن. از بامی بینا آب میچکید. با دستگیری سرپرست یعنی رئیس شهری ترسزاده محترم اکرمزاده پرویز اکرم بام بینای مؤسسه تعمیر خود را یافت. حالا تمام شرایط ها برای کار فراهم آورده شده است.